ماشین وقتی که میرفت پیش تکنسین، موقعی که میخواستن سطح گازهاشو در نظر بگیرن که چقدره، وقتی گاز میدادیم اعداد از 300 پی پی ام هیدروکربن میومد میرسید رو 23 پی پی ام و برای چند دقیقه همین اتفاق میموند، یعنی 23 پی پی ام 22 پی پی ام توی این حد میموند. دلیل اتفاق به خاطر این بود که کاتالیزور اونقدر داغ میشد تا سطح هیدروکربن های ناخواسته که ماشین داشت بیش از حد اندازه تولید میکرد رو در واقع کاتالیز کنه، یعنی تبدیلشون بکنه. اما وقتی که دمای کاتالیزور برمیگشت یه ذره میومد پایین، چون تو آیدال خیلی حرارت خاصی به کاتالیزور نمیرسه، وقتی که میومد پایین متاسفانه سطح هیدروکربن هم میرفت بالا 200 300 پی پی ام. تنها دلیلش هم حضور سنسور اکسیژن روی جای نادرست بود، روی فقط یکی از رانرهای سیلندر بود، در صورتی که باید دیتا رو به صورت تجمیعی از 4 تا سیلندر بگیره، نه از یه دونه سیلندر. این باگیه که هدرزا اکثرشون دارن. قبل از معاینه حتما ماشین